شما بخیر تماشابینان گرامی، با توجه شما نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی خبر را پیشکش می‌گردانیم. با شما مهروری کشور. در ورزشگاه شهر ایسا رقابت قهرمان فعلی تاجیکستان باشگاه استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان دسته خوجند برای دریافت سوپر جام تاجیکستان صورت گرفت. شرح بیشتر در گزارشی همکارانمان. بازی برای دریافت جام اولی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار میانی دسته‌های استقلال و خوجند از نفس‌های اولین جلو و دیدنی صورت گرفت. تلاش بازیگران خوجند در قسم اول دیدار ثمره دلخواه به بار آورد. همین بود که در دقیقه 17 بازی فردوس چقالов حساب دیدار را کشاد. در نگذشته لگیونر افریقایی دسته خوجند اکبله جونز گل دوم را تسلیم دروازه نیکولاس تاسیش نموده تیمش را برتری داد. اما بعد از سر دادن دو گل هم شاگردان محسن محمدیف دلسرد نشده مبارزه را برای پیروزی ادامه دادند. در دقیقه‌های ایلوگی قسم اول دیدار بازیگر خوجند فردوس چقالов غیر چشم داشت توپ را به دروازه تیم خود وارد ساخت. در نیمه دوم دیدار بازیگران استقلال بیشتر تشبث را به دست گرفتند و زود حمله‌ها سازمان دادند که در یک حالت حملگر جدید دسته استقلال نیکولای زنکوف با ضربه سر گل چهارم این دیدار را به هدف رسانید و تناسب را برابر ساخت. با حساب 2-2 وقتی اساسی بازی به پایان رسید. بعد از این داوری مرکز دو قسم ایلوگی تعیین کرد. از امکاناتی به عمل آمده بازیگران استقلال بهتر و خوبتر استفاده نموده گل تقدیرساز این دیدار را به ثمر رسانیدند. نازیم باباجانов مؤلف این گل غلبه آور گردید. همین طریق دسته استقلال دوشنبه مراتبه هفتم برنده سوپر جام تاجیکستان می‌گردد.